شام فوتبالیتان بخیر باشد دوستان ارجمند مخلصان فوتبال. متخصص ورزیده ایرانی امین صبحانی به حاصلات فرخار دیگر باره برگشت و این شام سر انا همین موضوع با اون کس یک صحبت خواهیم آراست. خوش آمدید. برگشت به فوتبال کلان مبارکتان باشد. این تصمیم چگونه اتفاق افتاد؟ خب ما قبلا یک تجربه کاری با تیم حاصلات فرخار داشتیم 2 سال قبل و اون سالی که تیم از لیگ یکم به لیگ عالی راه پیدا کرد و ما در تقریبا اواخر کار آماده سازیشون همچون مدیر فنی اول ما اضافه شدیم و بعد تغییراتی که شد مسئولیت فنی تیم رو مستقیم قبول کردیم و سالی بود که باید با تمام مشکلات و کادری و مشکلات دیگه ما تیم رو تونستیم در لیگ باقی بمونیم که با تجربه اون شناخت، اون باوریه، اون اعتماد یک بار دیگه رهبران مدیران کلوب پیشنهاد رو به ما دادن و ما قبول کردیم. البته که حاصلات برای شما بیگانه نیست، اما به قبل که از اون وقت ها تا این زمان چندین آب از سر گذشت. خب شرایط ها دیگر شدن، وضع دسته دیگر شده، درست؟ بله شما درست می‌فرمایید. به هر حال تیم هایی که مثل حاصلات فرخار، تیم هایی که تاریخ دارن، ریشه دارن در این فوتبال و برای کسی این نام یا این باشگاه بیگانه نیست و همیشه این باشگاه نامش هست، ولی تغییرات مربیان، بازیکنان هر ساله این یک چیز طبیعیه در فوتبال. ولی سال به سال چیزی که من میبینم سال به سال اون تجربه هایی که از قبل بوده اینها دارن یاد میدن که ما چه کار باید بکنیم و بهتر بشیم و مطمئن باشید امسال از سالهای قبل بهتر خواهد بود. چند ساله شد ما بسید؟ ما در حال حاضر 1 سال. من در همین میان یک سوال داشتم با شما همچون یک متخصص حرفه‌ای، همچون یک پرافی. ببینید که برای 1 سال شرطنامه بستن آیا چگونه همین رو بها دادن ممکنه، چگونه دیدن ممکن است؟ چرا؟ چون که ببینید که برای 1 سال شرطنامه میبندی، اما تشکل یک دسته، تهیه یک دسته، بنیاد کردن یک دسته سالهای طولانی رو در بر میگیرد. چگونه مثلا خواه امین صبحانی باشد، خواه یک نفر دیگر میتواند که مثلا در 1 سال یک دسته آرزوهای راهبریتی کلوب حاصلات رو عملی سازد یا بنیاد کند؟ ببینید یکی باشگاه یا یک کلوب یا باید فلسفه داشته باشه، البته که باید تعریف شده باشه، و دوم ساختار باشگاه. بله، بعد ختمش داشته باشه. بعد ختمش. حالا اون فلسفه که مثلا میگه ما 3 سال از اینجا میخوایم به اینجا برسیم. بله. در این 3 سال شما هدف رو دارید، ولی بابت این هدف باید برنامه ریزی کرد. مثلا بیان به من مربی بگن شما 3 سال با ما قرارداد میبندی و تمام این شرایط رو ما برای شما درست میکنیم، فراهم میکنیم. من ضمن اینکه با تیم بزرگسالان باید کار بکنم، باید به تیم U23 U20 U18 هم نگاه بکنم. بله. چرا؟ چون اونجا هدف فلسفه است دیگه، اون فکری که باشگاه برای من گذاشته. بله شما در فوتبال اروپا میبینید مثلا اون مربی 2021 میبنده، میگن تا 2026 کنترکت داره. بله. اون همه شرایط یک باشگاه رو داره، ولی متاسفانه در باشگاهی که این چنینی هستن اون ثبات مدیریتی، یعنی آیا اون خود مدیر رهبر سال بعد هست؟ آیا اون تراز مالی بودجه هست؟ آیا اسپانسر گارانتی میده که 3 سال من این باشگاه رو نگاه کنم؟ وقتی این شرایط مالیوی، ساختار باشگاه، حالا ساختار میتونه از میدانش باشه، زمین تمرینش باشه، یا چیزی که یک مربی برای آماده سازی یک تیمش در اختیار داره، از نظر سخت افزاری. بله. مثل خوابگاه، هتل، مثل تریناژور داشته باشه و چیزهای دیگه. و بعد میاد روی فلسفه. فلسفه من 3 سال دیگه من باید در این سطح بازی بکنم. ولی متاسفانه نه فقط در اینجا، در عموم هیچ مربی نمیاد بیشتر از 1 سال. بله اگر 2 سال باشه بهترینه،
بله. ولی باید مدیریت باشه، مدیریت به ایشون اجازه کار رو بدهد. ولی خب شما میدونید، من راحت به شما بگم، با هر کی صحبت میکنیم میگه من باید امسال جای یکم، دوم، سوم و بعد رفتن به بازی‌های آسیایی. خب من مربی همه رو باید در یک سال جمع بکنم. گپم سری همین میرود و این یک مقدار در یک سخت مدت میشه. کوتاه چگونه این عملی کردن ممکن خب ببینید، یک کوتاه مدت هست، یک بلند مدت هست. در دراز مدت شما میتونید برنامه‌ریزی کنید که اون استراتژیک میشه. بله بله. که اول استراتژیک باید برای باشگاه تعریف بشه. بله بله. و بعد تعریف شد، اون مربی که به این استراتژی باشگاه میخوره اونو استخدام میکنن. من مثالی بزنم، در آیاکس در هلند مربی‌ها رو میارن که به فلسفه و ساختار اون باشگاهشون باشد. بله بله. تعریف شده باشد. بله بله. و همینطور کار به پیش میره. فلسفه شما با فلسفه حاصلات درسته؟ الان درسته که ما دوباره با هم کار کردیم. باشه، بسیار خوب. خوب، در ستاد مربیان شما باز کیها شامل خواهند شد؟ ما در حال حاضر یک مربی خیلی خوب ایرانی به ما اضافه شد، آقای محمد علی یحیوی. مسئولیت ایشون به عنوان دستیار اول بنده مشغول به کار هستند و مربی دروازه‌بانا هستند. رستم رضایوف که به هر حال 2 سال 3 سال در این باشگاه هستند. بله. زحمت کشیدن. یعنی که هم متخصصای تاجیک هم متخصصای ایرانی در این هیئت شامل میشوند؟ بله، الان ما داریم هم آقای یحیوی بابنده است، هم یک مربی ایرانی که در اینجا کار کرده بودن به نام رضا طالع. ایشون کارهای وزنه، تریناژور، کارهای فیزیک و آمادگی جسمانی رو الان با ما در کنار تیم کار میکنن که میگم انشالله یک مربی حالا تاجیک ما صحبت میکنیم که ایشون به ما اضافه شد. با ما یکی بودن، کار کردن، ولی بعد تصمیم شد که برن جای دیگه مشغول به کار بشن. باشد. شما الکی تمرین ها رو شروع کردید با دسته؟ بله، ما از 25 ماه قبل با نیت جمع شدن تیم جمع شوی ما 5 روز تمرین کردیم، 3 روز استراحت دادیم و از روز سوم ما کار اساسی رو با تیم شروع کردیم و تا اینجا به 40-50% نیازهامون رسیدیم. بسیار خوب. دسته حاصلات فرخار را چند از لیدران دسته از جمله شریدین بابایف، رامیش جلیلوف و علی جان کرامت‌الله زاده ترک کردند. خوب، اکنون جای آنها را چگونه باید پر کرد؟ چی تلاش و چی کوششی دارین؟ من روزانه زمستان هم هنوز کشاده است، هنوز امکان دارین؟ خب ما بعد از اینکه این بچه‌ها رفتن و خیلی هم زحمت کشیده بودن سال قبل، ولی بعد از اتمام کنترکتشون، قراردادشون، با پیشنهادهای به هر حال این طبیعیه، پیشنهادهایی میاد برای این فوتبالیستا، بازیکن‌های در سطح لیگ، در سطح بین‌المللی بازی کردن. خب غایتاً پیشنهادهای دیگه رو قبول کردن و ما هم باز خواستیم که با هم همکاری داشته باشیم، ولی به این نتیجه رسیدیم که اینا جای دیگه فعالیتشون ادامه بدن. خب ما با چند تا فوتبالیست دیگه صحبت کردیم، اینا رو ما الان داریم، در تمرینات هست. این روزهای آینده به توافق برسیم باشه. باز هم همون سوالی پیشینه که نسبت دادیم به شرطنامه 1 ساله مربیان. همکنون شرطنامه 1 ساله بستن با بازیگران. خب ببینید که در همین جا هم خب یک بازیگری که میداند که بعد از 1 سال، کمتر از 1 سال این دسته رو ترک میکند، اون با کدام هوس بازی میکند؟ من براستی همین چیزا فهمیده نمیتونم در همین فوتبال. برای 1 سال شرطنامه میبندن. نمیدونم مثلا یک بازیگر چگونه میتواند که فرض کنیم در 1 سال هم قدرت توانی خود رو در اونجا صرف کند، دیگر اینکه هوش و یاد خود را به دسته بگیرد و برای موفقیت های دسته و قولی که در میدان جان فدایی کند. نمیتونم فهمیده براستی. شما میتونید مرا فهمونید؟ بله، من متوجه شدم. متاسفانه اگر ما بخوایم کارشناسی به این موضوع بپردازیم، خیلی موضوع وسیعیه. بله بله. و شامل خیلی چیزها میشه. شما وقتی با فوتبالیست صحبت میکنید، فوتبالیست باید بدونه که این یک حرفه است، این یک شغل نیست. و تفکر خیلی از فوتبالیست ها وقتی میان مثلا نمیگه من 1 سال، 2 سال، 3 سال در یک جای کار بکنم، حالا
دیسیپلین خوب، شرایط خوب، یا اصلا با همین تیم من برم به درجات بالاتر مثلا در سطح آسیا بازی کنم یا به تیم ملی راه پیدا کنم. ما در حال حاضر با هر فوتبالیستی صحبت میکنیم و حقم دارن البته، اولین موضوعش موضوع مالیه. بله. دیگه شرایط چیز دیگه رو در نظر نمیگیره. میگه چقدر به من میدن، من اینقدر میخوام، اونقدر میخوام، این پایینه، اون بالاست، و اصلا از موضوع فنی، موضوع قرارداد این خارج میشه، دور میشیم ما و بیشتر یه حالت بیزینس میشه. بله بله. که من بیام اینقدر رد و بدل مالی، رد و بدل مالی، و این اصلا من نمیگم این از فوتبال یا ورزش جداست. بله بله بله. متاسفانه حال حاضر که باز توأم هستند و همیشه صحبتی که من با اینا میکنم میگم که جنگ اول بهتر از آشتی آخر است. شما بیا جنگای اول ما انجام بدیم، چون وقتی شما راضی باشید و با من کنترکت کردی، یک سزون ما راحت هستیم. اما اگر بهانه مالی باشه، شما 1 ماه 2 ماه، به هر حال باشگاه ها هم زحمت میکشن در حال حاضر از نظر پیدا کردن پول، از نظر راست خدایی که میکنن. حتی اسپانسرایی هستن که میاد 2 ماه 3 ماه و بعد دست میکشه، یعنی هیچ گارانتی ندارن برای اینکه دوام بدن این کارو. و این همش برمیگرده به اون مجموعه تیمی، حالا 1 مربی یا 4 تا بازیکن. و وقتی این کمبودی باشه، اون هوسه نیست، اون انگیزه نیست و ممکنه اصلا خیلی بازیکنان به 1 سال نکشه ترانسفر میشه و میگه من جای دیگه میرم. به هر حال حیات زندگیشون هم میبینن اینا و کارشون، حرفشون همین فوتبال است. بله بله. شما که وقت زیادی خود رو در تربیه نسل نورس صرف میکنید، یعنی که با نورسان و با جوانان خیلی نزدیک هستید، فوتبال اونها رو خوب میدونید. خب تمایل دارید که در حاصلات جوانها رو بیشتر استفاده کنید. ما همونطور که شما خودتون کامل خبر دارید، ما یک مکتبی داریم اشکولای به نام لگند 17. بله. که داریم کار میکنیم، باز شرایط بهتر شد و روز به روز بچه ها پیشروی خیلی خوبی خواهند داشت. ما هدفمون اینه که یکم از کارهای بزرگسالان که سبکتر شد، یارگیریمون، تیاریمون، ما بنا داریم تمام رده های مثل تیم مثلا جوانان ما که در لگن، اینا به نام دوبل یا تیم دوم حاصلات در لیگ اشتراک کنن، به اضافه چند تا از بازیکنی که از خود ناحیه فرخار هستن. و همچنین رده های دیگه مون. شما شیر با شکر آمیزش دادنی؟ بله بله. یک دوبل خوب بسازیم، اما بسازیم نه فقط برای نتیجه، برای اینکه برای سالیان بعد این بچه‌ها بتونن برای تیم بزرگسالان هم بازی بکنن. و همچنین تیم U18 U16 بناست که از خود مکتب ما این بچه‌ها رو در اون رده‌های سنی به نام حاصلات انشالله در مسابقات جمهوریوی شرکت کنند. اما ببینید که خب نتیجه خوبی آنها رو صاحب ملکش کی است، صاحبش کی است به قوله، اما نتیجه بدی آنها کی جواب خواهد گفت؟ زیرا ببینید که هر غلبه پدر زیاد دارد، اما هر باخت همه وقت صغیره است. بله. ببینید ما حاصلات باید افتخار کند یا که لگند 17؟ نه، حاصلات من وقتی باهاشون هم صحبت شدم، خدا رو به شکر اون رهبریتشون خودشون فوتبالی هستن، فوتبال میفهمن و چون اون فکرشون رو من دیدم. به هر حال یک مدتی ما با هم هستیم، یک تایمی هست 2-3 سال، فکر همو میدونیم و من همچین پیشنهادی دادم، اینا استقبال کردن. هدف نتیجه نیست در پایه ها، هدف پیدا کردن فوتبالیسته، زمینه گذاشتنه و هدف خود من با عنوان اینکه چند سال در این فوتبال تاجیک هستم، دوست دارم فوتبالیست های زیادی پیدا بشن، لیگ قوی تر بشه. بله. الان ما باور کن نه فقط صحبت منه، صحبت همه مدیرها، مربیان تیم های دیگر هم ببینید فوتبالیست کم است. بله بله. من بارها با متخصصان راهبری کلوب ها وقتی که صحبت میکنم همین چیز تایید میکنن که واقعا فوتبال باز کمتر است. خب من از این موسم شماره لگنرها در میدان اندک کاهش یافت. شما چه نظر دارید؟ ببینید 2 تا حالت داره.
یکی که کمبود فوتبالی است. تیم‌ها برای با قوت شدن و نتیجه گرفتن نیاز به 7 تا لژیونر دارن. ولی دیدگاه‌ها متفاوته، نگاه‌ها مختلفه. از نظر من که حالا به عنوان اینکه در این فوتبال کار می‌کنیم، به نظرم این 5 تا اگر خیلی خوب باشن، یعنی یک به قول معروف فوتبالی میگیم یه سر و گردن از بازیکنان محلی بهتر باشن، این 5 تا خوبه. فرصت بازی برای بازیکن‌های دیگه تاجیکی هست. ولیکن الان در حال حاضر به نظر من امسال میتونست باز 7 تا باشه، یک کمی این یه خیزی بردار فوتبال از تو پایه‌ها، توی نورسا، توی جوانان، و به نظرم سال بعد این کار میشد بهتر بود، چون فاصلش الان 1 ساله. ببینید الان 1 سال شد که 7 تا سال قبل بود، بلا فاصله ما برگشتیم به 5 تا. بله. اگر 1 سال 2 سال دیگه دوام پیدا میکرد، همون 7 تا می ایستاد، کمی فوتبالیست های تاجیک پیدا میشدن، بعد کمتر میکردیم اصلا بشن 4 تا که بچه تاجیکی بیشتر بازی بکنه. بله. این به نظر من، البته این یک پیشنهاده، اون تصمیمات و کارشناسی گرفتن میدونن. 1-2 سال وقت میدادن، باشگاه خودشون رو جمع جور میکردن و بعد برمیگشت به اون حالت اول. به نظر من این بهتره. تجربه طولانی تر میشید، میدیدیم که چی حاصل میده، چی حاصل میشد. در حاصلات عین زمان چند لگنیر است؟ در حال حاضر ما 5 تا داریم. 2 تا دیگه باید صحبت کنیم در پست هایی که نیاز هست. چیزی که ما خواستیم، بچهای تاجیک رو ما جمع کردیم. اون چیزی که خواستیم به 70-80% رسیدیم. 1-2 نفر دیگه به ما اضافه بشن تاجیک، من فکر کنم تیم ما تیم کاملی خواهد بود. میتونین نسب‌هاشون رو بگوین یا کی نه؟ نه، چون هنوز در حال گفت و شنود و صحبتیم. حالا بعد حاصلات من همین موسم آمادگی رو در کجا برگزار میکنه؟ تنها در شهر دوشنبه یا اینکه تصمیم و نیت‌هایی هستن که مثلا در یگان جای دیگر؟ ما در حال حاضر که شروع کارمون در فاز اول در شهر دوشنبه است، جمع شدن تیم، و فاز دوم ما بعد از بازی‌های FFT یا بازی‌های فدراسیون که در همین ماه انجام میشه، فاز دوم ما 2 جا رو در نظر داریم، هم صحبت شدیم باشون، پیشنهادهای رو دادیم. یکیش در امکانیت باشه 10 روز در ترکیه باشه. اگر مشکل روادید باشه، مشکل رفتن یا بلیت یا چیزی باشه، ما پلن دومون در انشالله تاشکند خواهد بود که این تقریبا 90% به واقعیت نزدیکتره. هم نزدیکه برای رفت و آمد، بله، و همین که تیم ها هستن اونجا میتونیم بازی بکنیم و مشکلی از این بابت نخواهیم داشت. خیلی عالی. اما آنی که دسته حاصلات در دوشنبه خواهد ماند، من چند قسمت موسم های آمادگی را شما نابر کردید که در کجاها برگزار می شوند. دسته همون فضایی که در خانه خود دارد همون باید داشته باشد، احساس کند مخلصان خود، نزدیکیت، قرینیت آنها را احساس کند. من همون فضای خیلی خوبی ورزشگاه خانگی، میدان خانگی خود را. اما سوالی که شما فرمودید جواب دادم. من در رابطه با ایزبورنی که خارج از کشور، من منظور شما را فهمیدم، ولیکن من 2 تا 5 روز برنامه داریم. 2 تا 5 روز در خود فرخار ما آماده سازی داریم. کی؟ قبل از آغاز موسم؟ قبل از موسم، یعنی که 5 روز پیش از اولین بازی خانگی؟ نه ممکنه ما الان میدان تیار نیست، به خاطر حالا شرایط باران و برف و خنکی و چیز تیار نیست، چون به هر حال یکی از بهترین میدان‌های بله خیلی میدان خوب است. آره بله. ولیکن من چون اون تجربه رو دارم، از همه مهمتر من خودم به شخصه به مردم فرخار خودم قرضدارم، بدهکارم. و شاید از من خیلی ها پرسیدن که چرا یک بار دیگه شما برگشتید. من به خاطر اینکه دوباره ترینری کنم. بله پیشنهادهای دیگه بود و یا دوباره خودمون نه همچین چیزی نیست، چون من در حال درس خوندن فوتبال هستم، در کورس یا لیسنس بالا کار میکنم، درس میخونم. ولی که دوباره قبول کردم، میخوام اون قرضی که از سال اول، با اینکه چون من حرمت احترام زیادی از مردم دیدم اونجا. بله. و خیلی مردمی خوبن و خیلی خوبن. من بهترین دوران
کاریم با مخلص‌ها در همونجا بود و تا الانش هم خیلی از مخلص‌ها با من تماس میگیرن و حتی حضوراً اومدن سر مشق که آقا ما خوشحالیم، خرسندیم شما برگشتید. تنها دلخوشی اون مردم این تیم است و این تیم رو من امسال قول میدم، وعده میدم که بهترین تیم بشه، البته با کمک همه، فقط سرمربی نیست. باشه. خب در پس منظر همین وعده شما پرسیدنی هم که راهبریت کلوب حاصلات فرخار نزد شما این موسم چی وظیفه گذاشته است؟ ببینید ما هیچی به من نگفتن. هیچ چیزی نذاشتن. ولی خب معمولا این گپ همیشه است که ما بهترین نتایج رو بگیریم، اونا نتیجه میخوان. خب 100% ما هم باید بگیریم چون ما مهارتمون کجا چرانه. ولی ما مقصد گذاشتیم جالب این کار که بهشون گفتیم انشالله ما در زینه‌های بالای جدول خواهیم بود ولکن با کمک و حمایت شما کمک کنید ما حرکت میکنیم. کاری اکادمی چی میشود؟ شما این هماهنگ میکنید؟ اگر هماهنگ بکنید با کاری ترینریتون مربیگیتون در حاصلات خلل ایجاد نمیکند؟ یعنی چگونه است؟ نه ما اونجا که در منظور شما اکادمی لگند 17 هست. خب من اونجا به عنوان مدیر فنی هستم و بیشتر حالت نظارت دارم روی کار و در هفته یک روز 2 بار که چون ما حاصلات سحر صبح ما مشق میکنیم و بعد از ظهراش ما اشکولا رو داریم اونجا چون در زال هست و ساعتش هیچ خللی به چون این در روز اون در شب میشه و نظارت داریم و اونجا همونطور که میدونید دلشاد وصیوف کار میکنه و مربی دیگه هستن اونا هم هستن و ما یه چیزی هم اضافه کنم ما باز آکادمی به نام حاصلات بهترین در همینجا در آویاتور میدان خودمون که بعد اونجا مشق میکنیم و ما اونجا یه آکادمی خواهیم داشت انشالله این تو برنامه ما هست و ما تقریبا یک گروهی میشیم هم لگند هم حاصلات و یک ترکیبی میشه که تیم‌های خوب رو ما نشون بده. بهترین تصمیم یعنی که راهبریت کلوب حاصلات فرخار مشکل ندارم با آنه که شما در اونجا هم مدیری فنی هست. باشه. اکنون سوال آخران و بیرون از موضوع حاصلات. ببینید که ما همه وقت شما را متخصص ایرانی میگوییم. منظور من کارمندان تلویزیون و عموما آنهایی که با فوتبال سر و کار دارند. شما حدود 10 سال است که در تاجیکستان زندگی میکنید. آیا زمانی نرسیده است که ما شما را همچون متخصص تاجیک معرفی کنیم؟ اگر این سوال شما رو جوابش رو فکر کنم خود مردم یا فوتبال تاجیک باید بده که آیا ما رو پذیرفتن همچین کسی که صدقاً قلباً و برادرانه داریم کار میکنیم یا هنوز نپذیرفتن؟ ما که پذیرفتیم اما منظور من این است که شما با این چی نظری دارید؟ وقتی میپذیرن و با آغوش باز میپذیرن آغوش گرم بپذیرن چرا که نه؟ من اصلا هیچ جا نگفتم من ایرانی ام یا مثلا تاجیکی اینا. من همه جا گفتم که ما فارسی زبانیم ما یک ملت برادر دوست یک جا هستیم و شاید 1/4 بنده الان 45 ساله هستم 1/4 1/5 از عمر خودم و من در تاجیک زندگی کردم 10 سال تقریبا 1/5 اون میشه. بله و خودم با افتخار اینو میپذیرم و دوست دارم و ما رو بپذیرن که همچون یک مربی تاجیکی در فوتبال در ورزش تاجیک ما هستیم و خواهیم بود. اما اگر ما را نخواستن اون دیگه نه. من اشاره شما را فهمیدم. برای یک صحبت خوب و خوشتان اظهار سپاس. با حاصلات با راهبری شما البته برار میخواهیم قله‌های بلند چمپیونی میخواهیم و امیدوار هستیم که تحت سرمربیگی شما حاصلات با قله‌های بلند و بالای فوتبال تاجیک خواهد رسید. دوستان از ارجمند یک صحبت داشتیم با امین صبحانی که چند پیش سرمربی دسته حاصلات فرخار تعیین شدند. برای صحبت خوب و خوششان با آن کس اظهار سپاس. دوستان عزیز در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.